و فعلا در تالار ورزشی کانی گورد تمرین میکند. از دسته خطلان دو نامنویس شده است. ورزشگری جوان و امیدبخش. دیروز او در برابر اکمل مرادوف پیروز شد با اجرای فنون پرتابی. امروز در برابر سعید جلال سعیدوف قرار میگیرد. سعید جلال سعیدوف که به صفت غالب چندین کرته مسابقه های داخل جمهوری و طرفداران گشتین ملی خیلی آشنا هست. از همین لحاظ ورزشگران خوب میدانند او را. با ترک کردن نوک انگشتان خود با زبان، یک اصول ویژه‌ای که برای دریافت همان گریبان حریف و محکم گرفتن او خود را در لحظه های اول وانمود میکند و بعدا اجرای اصول بیشتر با اصول های پرتابی یا پایزنی معروف است. اما اگر بتواند همان را در برابر نسیم جان اگر با کار برد، ولی نسیم جان هم دیروز اثبات کرد که در برابر پهلوانان با تجربه اجرای اصول و فن میکند. بار دیگر ببینید با سبب از میدان برآمدن سعید جلال سعیدوف یک آگاهی میگیرد. نسیم جان، امیر جان نسیم جان در حال جویا شدن همان موقعیت گرفتن از سمت راست و جفت گریبان حریف با هر دو دست جویا می شود. اما اجرای فن یا همان اصول چندان به مورد به نظر نمی رسد. ولی به هر حال می کند و یک پرتاب پهلو را بدن گفتن داوران اینجا حق دارند. اجرای فن از سوی امیر جان نسیم جان واقعا حلالش بود. ورزشگری که در برابر چهره های سرشناس و ورزشگری که در برابر چهره های ناماشنا با این روحیه واقعا پیروزمندانه و با اجرای فنون پرتابی درخشان ظاهر شد. در سال گذشته سعید جلال هم بسیار ورزشگر شایسته تحسین بود در همین رقابت ها که با وجودی یعنی لحظه های اول امکان پرتاب کردن به حریفان دادن، ولی خود او اجرای فن میکرد در لحظه های بعدی. ولی خواهیم دید چی خواهد شد برای برآمدن از دور رقابت. شاید نه چیزی نبود. رقابت ادامه می‌یابد. سعید جلال در برای جویا شدن سمت راست گریبان حریف یک مرتبه دیگر اجرای فن از سوی امیر جان، ولی تا به آخر نرساند. نصف دقیقه های معمولی پشت سر می شوند. امیر جان نسیم جان قریب بود که یک امتیاز بدهد تا نتیجه برابر شود، اما آگاهی با سبب کمکاری باشد به امیر جان نسیم جان. فعلا بار دیگر برای اکنون با اصول پایزنی سعید جلال، اما زیدی حمله ها را ببینید. همان اصول معمول پایزنی که سعید جلال دارد حریفان را در بسیار حالت ها از پای در می آورد، یعنی به تخت پوش می زند. اما این مراتبه که جست کوشش کرد ولی عملش تا به آخر به سامان رسانیده نشد، وگرنه حال امیر جان نسیم جان احتمال بود که تباه شود. با همان اجرای فنون پایزنی ولی دقیقه ها یا همان فرصت های باقی مانده بر سود امیر جان نسیم جان در حال انجام شدن هستند. از قسمت کمر سعید جلال
بسیار خوب داشته است. باز هم با همان اصول پایزنی میگذرد. این روش قپیدن سعید جلال بسیار خطرناک است. اما یک طرفه دفاع کردن، ببینید یک طرفه دفاع کردن تنبیه شد. تنبیه و از لحاظ داشتن آنه که او اجرای اصول کرد نسبت به آگاهی هایش او برتر هست. بار دیگر کوشش میکند اجرای فن، موفق می شود یا نه با همان سمت راست، ولی قوازمایی من می شود. فرصت هست تا انجام وقت اساسی. زیاده از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. یک دقیقه که تقدیر غالب روشن خواهد شد و آیا سعید جلال سعیدوف توان اجرای اصول در همین فرصت باقی مانده را دارد و یا با دفاع های یک طرفه امیرجان نسیم جان و با یک تاکتیکای ویژه دقیقه های پایانی را به آخر میرساند بر نفع خود. سعید جلال ببینید چیزی نبود. اجرای اصول یک طرفه از هر دو جانب یک سمته بود. خودی امیرجان نسیم جان بود که از همان اجرای اصول های پایزنی استفاده کرد. بار دیگر هم به سمت راست کوشش کرد. واقعا چهره های نورسته، پدیده هایی که در صحنه رقابت ها ببینید چی با قدرت و متانت خاص در برابر چهره های سرشناس دست و پنجه نرم میکنند. اکنون این روش خطر داشت برای سعید جلال و چیزی نبود. ثانیه های پایانی وقتی اساسی هست. یک اجرای اصول دیگر برای رقابت عادلانه و منصفانه بسیار امر واقعی خواهد بود. اما داوران اینجا چی خلاصه میکنند؟ داوران چی قضاوت میکنند؟ آیا ورزشگری که با داشتن عمل یا همان اجرای فنون پرتابی که واقعا در همه رقابت های جهانی افضل تر دارد، آیا نتیجه او برای اولویت داده می شود و یا حریف او که اجرای فن نداشت ولی برای اجرا کردن اصول جهد و تلاش میکرد؟ داوران چی قضاوت میکنند؟ ثانیه های پایانی هست. رقابت ادامه مییابد. خوشبختانه اجازه رقابت دادن داور بر نفع هر دو ورزشگر است و ببینیم صحنه رقابت های داخلی از دوستان عزیز هیچ جای نگرانی نباید باشد برای پهلوانی که در این رقابت بازنده می شود. و یک مراتبه دیگر اجرای اصول از سوی امیرجان نسیم جان. از دور رقابت بیرون می شود سعید جلال. همان رقابت ادامه می یابد. ثانیه های پایانی یک اجرای فن چیزی نبود. اجرا کننده اصول امیرجان نسیم جان بود. زیدی حمله از سوی سعید جلال. مراتبه دیگر برای اجرای فنون پایزنی. ببینید به چه شکل استفاده میکند نسیم جان میداند. وقت تمام. وقت به انجام رسد. همین ترتیب بالاخره اون ورزشگری که قدم های نخستین خیش را میگذاشت و ورزشگر ناماشنای تاجیک غالبیت به دست آورد. امیرجان نسیم جان به مرحله بعدی رقابت ها راه خط میگیرد و تشویق رو ببینید چگونه از سوی تشویقگران یا همان مخلصان دستگیری می شود. چگونه استعدادها از سوی مردم از سوی مخلصان دستگیری می یابند. واقعا استعدادها شایسته ها هستند که معرفگری ورزش کشور در صحنه رقابت های داخلی جمهوری و بین المللی هستند. ببینید از صحنه
наворҳои сус карда шуда ба чӣ шева Насимҷон тавонист ки ҳарифро аз пой дароварад. ва дӯстони азиз, шӯру шавқи мухлисонест барои дастгирии варзишгарон дар ин муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт тамринандоз аст.